اومدیم سازمان نظام پزشکی. دوست عزیز سلام، بابت دریافت چه خدمتی تشریف آوردیم؟ ما اومدن دکترم شفا. چرا؟ برگشت گفت تو 3 ماه بیشتر زنده نیست. خب مشکلش چیه؟ 3 ماهی که گفته الان 3 سال گذشته من هنوز زنده‌ام. ای بابا این که خوبه. چیش خوبه بابا، من گفتم 3 ماه زنده‌ام دیگه، هرچی پول داشتیم فلان زدیم زمین، فامیلام جمع شدن، دوستای پولی دادن گفتن تو داری جوانمرگ میشی دیگه. یه پولی دادن گفتم آقا ندیده نمیری، برو دنیا رو ببین. پولو برداشتیم رفتیم تایلند، یه 2-3 ماه موندیم، بهترین رستوران، بهترین هتل، بهترین شوال. بعد پاشدم ایران اومدم گفتم بیام ایران بمیرم دیگه. اومدم ایران دیدم نمیمیرم. آقا یه ماه گذشت، 2 ماه گذشت، فامیلا جمع شدن گفتم آقا این پولای ما چی شد پس؟ یا بمیری یا پولمون رو بده. گفتم خب یه ماه این ور اون ور طبیعیه دیگه. یه ماه وایسید، یه ماه گذشت، بازم نمردم دیگه، رفتم سر کار. 3 سال مثل سگ کار کردم، به خدا پول این مردم رو دادم. الان ذره بدهیام سبک شده، من رفتم آزمایش دادم، یارو میگه ایدز. ای بابا اون چیزی که چه ربطی به دکتر میتونه داشته باشه؟ دکتر داره یعنی چی؟ خب اگه من میدونستم قرار زنده بمونم خب رفته بودم اونجا رعایت میکردم مسائل بهداشتی. من گفتم 2-3 ماه زنده‌ام، با هر کی رسیدیم رفتیم تو گاراژ، اومدیم اینجا دیدیم آقا 100 تا مریضی گرفتیم. تازه اون مریضی هم که اول من بهم گفته بود دارم اصلا نداشتم. ای بابا ای بابا. یال من دهن اینو سرویس می‌کنم. باش خیر ان شاء الله. با اجازهتون.